خب دوستان عزیز، ببینید من این اشارپی که مال خودم هست بافتم 10 تا گل زدم، به این شکل بشمرم 10 تا گل زدم. خب گل آخرم هم کامل شده. حالا این من 10 تا زدم، شما میتونید 5 تا زده باشید بیایید ترکیب کنید، میتونید بیشتر زده باشید از 10 تا بیایید ترکیب کنید، اون دیگه بستگی به سلیقتون داره. آیا یه لایه از اون مدل میخواین ترکیب کنید با این از مدل شماره 1 میخواین بیشتر ترکیب کنید، اینو همه بستگی به خودتون داره. حالا من برای اینکه اینو برای شما نشون بدم گفتم روی اشارپ خودم انجام بدم. ببینید گل تمام شده، یعنی ستاره‌ای که میخواسته این گل زده بشه به این شکل تموم شده و من میخوام از اینجا شروع کنم مدلم رو عوض کنم، ببینم چه شکلی میخوام عوض کنم. خب از همینجا شروع میکنم، 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 به عنوان یه پایه بلند حساب میشه. 2 تای دیگه هم توی همین فضا پایه بلند میزنم، یعنی با اون یکی بشه 3 تا. خب 3 تا پایه بلند زدم، یه دونه زنجیره برای فاصله، 2 تا پایه رد میکنم از اینجا، میرم فضای بعدی، 3 تا پایه بلند میزنم، 1 2 3. خب دوباره یه تک زنجیره، 2 تا اینجا پایه رد میکنم، تو فضای بعدی 3 تا پایه بلند، 1 2 3. دوباره یه تک زنجیره، 1 2 رد میکنم، تو فضای بعدی 1 2 و 3. اگه خاطرتون باشه این در واقع همون مدل شماره 1 هست که من گفتم خدمتتون، سعی کردم از مدل آسون شروع کنم که همه بتونن با ما جلو بیان، همه بتونن ببافن به راحتی. بعد اون مدل شماره 1 شما تو نقشه‌های مختلفش که نگاه کنید اصلش همین 3 پایه بلند هست. حالا یا وسط این پایه بلندها اصلا زنجیره‌ای نمیزنن، یا یه دونه زنجیره میزنن، یا 2 تا زنجیره میزنن، این دیگه تو نقشه‌های مختلف میتونه فرق کنه. اما اصل موضوع این هستش که ما همین 3 پایه بلند رو بسته‌های 3 پایه‌ای داریم میزنیم. خب ادامه‌شو بریم. نکته مهمی که داریم اینجاست، این گودی نقشه ما، گودی گلمون چجوری این رو بیایم درست کنیم. پس باز یه تک زنجیره، 2 تا پایه رد میکنم، تو فضای بعدی 1 2 و 3. خب ببینید تا اینجا به این شکل اومد. رسیدم به این فضا. چند تا از این پایه، 10 تا پایه من مونده، یه تک پایه اینجا مونده. خب دوباره یه تک زنجیری من میزنم، میخوام ببینم بسته بعدی رو کجا بزنم. یه پایه از اینجا دارم، یه پایه هم از اینجا جدا میکنم و تو فضای بعدیش 3 تا پایه بلندم رو میزنم، 1 2 و 3. خب این نکته مهم بافت من بود تا اینجا. پس مرتب 2 تا پایه جدا کردم، تو فضای بعدی زدم. وقتی رسیدم به آخر گل یه تک پایه اینجا مونده، یه تک پایه هم از این ور جدا میکنم، اینجا بعد فضای بعدیش میام بسته 3 تاییمو میزنم. اگر که خانوما دیدید که به اینجا رسیدید جفت مونده، بدونید که اشتباه بافتید، برگردید عقب ببینید کجا اشتباه کردین، جلوتر نرین. پس به این شکل بعد دوباره من همین رو تکرار میکنم. تمام بافت من خانوما همین هست، یه بافت بسیار راحتی هست، خیلی راحت هم دیدید که تبدیلش کردیم از این بافت شماره 11 مون به یه بافت دیگه، بافت شماره 1 مون. خب پس دوباره یه زنجیره میزنم برای فاصله، 2 تا پایه رد میکنم، 3 تا پایه بلندمو میزنم. خب برای اینکه وقتمون گرفته نشه، چون همین روال دیگه ادامه پیدا میکنه، ببینید همین روال ادامه پیدا میکنه. 2 تا من اینجا الان میخوام یه 3 پایه‌ای بزنم، اینجا یه 3 پایه بزنم، 2 تا رد کنم، اینجا یه 3 پایه بزنم، بعد میمونه یه تک پایه هم از اینجا جدا میکنم، 3 پایه بعدمو اینجا میزنم. این نکته بافت من هست. من میرم جلوتر چون این همین شکل ادامه پیدا میکنه دیگه تا به این قسمت، به این گل میانی من، که من رو این گل میانی اینجا فقط یه نکته دارم که بگم خدمتتون، میبافم تا اینجا برسم بعد نشونتون بدم. خانمای عزیز بافتم من اینو، ببینید با این مدل
ساده ولی خیلی قشنگ رسیدم به کجا؟ رسیدم به این گل میانی. این گل وسط من هست. خب ببینیم ما اینو چجوری میخوایم ببافیم. ببینید خب ما این تعداد این پای بلندایی که داشتیم توی مدل شماره 11مون 20 تا پای بلند بود. من توی اینجا میشمرم باید بعد از 10 تا افزایش داشته باشم. یه مقداری پس یه نکته تو بافت من این قسمت وجود داره. اما تا اونجا رو با همین روال میرم. پس من میشمرم ببینید 2 4 6 8 10. بعد از دهمی یعنی اینجا که من بخوام برسم یه نکته توی این قسمت دارم. تا اینجا رو با همون روال قبلی میبافم. پس باز یه تک زنجیره زدم، یه دونه از اینجا دارم پایه، یه پایه هم از اینجا جدا میکنم، بعدش 3 پایه رو میزنم 1 2 و 3. دوباره یه تک زنجیره 1 2 اینجا 1 2 3. خب تک زنجیره 1 2 رد میکنم 1 2 3. تک زنجیره 2 تا رد کنم 1 2 3. تک زنجیره. خب هنوز نرسیدم، ببینید وسطش اینجاست. پس یه 2 تای دیگه باید برم جلو 1 2 و 3. تک زنجیرمو بزنم. خب حالا میشمونم ببینم که چند تا اومدم جلو، آیا به 10 تا رسیدم یا نه. ببینید یکی اینجا داشتم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. این میشه. یعنی اگه من بخوام بعد دهمی بزنم دیگه این قاعده 2 پایه رد کردن رو ندارم. اشکالی نداره، من یه پایه اینجا باید رد کنم چون بعد از دهمی باید افزایش داشته باشم. این وسط کار من هست. تک پایه رو زدم. اینجا چند تا بزنم؟ 2 تا بسته 3 پایه‌ای میخوام اینجا بزنم 1. پس دیگه اینجا یه دونه رد شد 2 3. یه دونه زنجیره دوباره تو همینجا یه بسته 3 تایی دیگه 1 2 و یکی دیگه 3. اینجوری شد. ببینید اینجا من افزایش دارم، میخواد بافت من برگرده، افزایش دارم. پس اینجوری شد که من تا اینجا 10 تا رو که شمردم، یه بار دیگه میگم خدمتتون 10 تا از اینجا از رج قبلم رو شمردم. این شد پایه دهمی من. بعد از این من باید این حالت افزایشی رو داشته باشم، اما از قاعده قبلی من پیروی نکرده. من 2 تا پایه رد میکردم تو فضای بعدی میزدم. اینجا نه، اینجا دیگه یه پایه است، اشکالی نداره. همینو قرینش رو این طرف باید ببافم. پس باید چیکار کنم؟ باز 1 پایه رد کنم و اینجا یه بسته 3 تایی بزنم. خب پس یه تک زنجیره زده بودم، ببینم نزدم. یه تک زنجیره میزنم، یه دونه پایه رد میکنم. پس اینجا حالت استثناء داره برامون. بقیه قاعده کار همش همون حالت قبل. الان میبینیم چه جوری میشه. خب این تا اینجا که میخواد بافت من دور بخوره. از این به بعدش دیگه با همون روال میرم، یعنی 2 تا پایه رد میکنم 2 تا پایه رد میکنم. خب پس یه تک زنجیره برای فاصله 2 تا پایه رد میکنم. اینجا 3 تایی ما میزنم 1 2 3. دوباره یه تک زنجیره 2 تا پایه رد میکنم 1 2 3. تک زنجیره دوباره 1 2 3. تک زنجیره 1 2 3. تک زنجیره. اینجا باز به همین رسیدم که به این
در واقع گودی ترهم رسیدم، یه دونه از اینجا یه دونه از اینجا میخوام بسته بعدی رو بزنم. این دیگه پس به همین شکل ادامه پیدا میکنه. ببینید شکلم به این صورت در اومد بافتم. دیگه بقیه قاعده کار مثل همین جاست، یعنی شما همین رو میبافید تا آخر رج بعد رو هم حالا نشونتون میدم، ولی دیگه تکرار همین هست. هر مقدار که دوست داشته باشیم ما اینو ادامه میدیم و هر وقت که دوست داشتیم برمیگردیم دوباره به همین، یا اینکه با همون مدل شماره 1 اشارپمو تموم میکنم، یا اینکه به جای یه دونه از این در واقع نوارهای بافت 1 به جای یه دونه میتونم چند تا بزنم. همه اینا دیگه به سلیقه خودتون هست، چه پهنای این چقدر باشه، چند رج باشه، دوباره تکرار بشه یا نشه، همه اینها باعث میشه که با تنوع سلیقه هایی که میبینیم زیباترین اشارپ‌ها رو شما در همین مدل‌های ساده میتونید ببینید و ببافید. خب پس من میبافم، باز اگه جای نکته داشته باشه میگم خدمتتون. ببینیم دوباره اگه بخوایم تغییر بدیم برگردیم به مدل 11 چه کار کنیم. ببینید این رج اول من تموم شد، 2 تا پایه که رد کردم توی خونه آخر هم یه دونه 3 پایه بلندم رو زدم. برمیگردم برای رج بعد ببینیم چه کار کنیم. 1 2 3. خب 3 تا زنجیره زدم اندازه 1 پایه بلند. اولین بسته ستاییمو تو همین خونه میزنم. ببینید تو همین جا، پس 2 تای دیگه پایه بلند میزنم با این بشه یه بسته ستایی. خب تک زنجیره دیگه. بعد از این تو هر کدوم از این خونه ها بسته ستایی میخوام بزنم. 1 2 3. تو هر کدوم یه بسته ستایی، تک زنجیره، دوباره توی این تک زنجیره، توی این تک زنجیره. پس تو هر کدوم از اینا دیگه بافتمون خیلی آسون شد و تکرار همین کاره تا برسیم به این قسمت. اینجا هم که رسیدیم باز به همین راحتی هست، یعنی دیگه چون اینا جاهاش مشخصه تو هر کدوم از اینها یه بسته ستایی، یه بسته ستایی. اینم که اون 6 تایی ما هست، وسطش دوباره یه 6 تایی میخوره. 6 تایی 6 تایی 6 تایی به همین شکل. این میانه کار من، فقط تفاوتش با بقیه همینه. اگر تو هر کدوم از این خونه ها یه بسته ستایی میزنیم. حالا من میبافم تا اینجا برسم، باز نشونتونم بدم. ببینید دوستای عزیز، من اینو بافتم تا کجا؟ تا رسیدم به این در واقع میانه کار که افزایشیمون رو داشتیم. خب گفتم که تو هر کدوم از این خونه ها فقط کافیه که یه بسته ستایی بزنیم، یه دونه زنجیر هم فاصله. آخرین بسته اینجا خواهد بود. 1 2 3. خب بعد یه تک زنجیره، اینجا یه بسته ستایی داریم، این وسط یه 6 تایی داریم و ستایی داریم. این طرف و این طرفشو باز بسته ستایی میزنیم، وسط این 6 تایی رو دوباره یه 6 تایی میزنیم. فقط نکته مهمش همین هست، اگه نه خیلی خیلی بافت آسونیه. 2 3. خب رسیدم به این وسط، یکی مثل همین 6 تایی میخوام بزنم، یعنی 2 تا بسته ستایی، 1 2 3. تک زنجیره، دوباره همینجا یکی دیگه، 1 2 و 3. تک زنجیره، اینجا دیگه. از این به بعد باز همون روالو داریم، بسته های ستایی توی هر فضایی که تو هر فضای بسته ستایی یه تک زنجیره هم ما بینشون. خب حالا من این بافت رو ادامه میدم تا حدوداً شاید تا 10 سانت. میگم سلیقه‌ای هر جوری شما خودتون دوست دارین به همون مقدار میتونید اصلا کلا بقیه بافت رو با همین روش ساده برید. من میخوام یه 10 سانت که ادامه دادم برگردم اینو شروع کنم دوباره، که شما تبدیل مدل 11 به 1 رو دیدید، تبدیل 1 به 11 رو هم بتونین انجام بدین. خب پس فعلا تا ببافم تا اونجا. خب خانمای عزیز، اینو تا اینجا من بافتم. اگه بخوام ببافم که
مقدار بیشتر خیلی وقت هم میگیره، میخواستم زودترین آموزش رو بگیرم براتون، گفتم تا همجا بسه. حدوداً من 3 تا رج به این شکل بافتم، ببینید در کلش. خب حالا میخوام کاری که انجام میدیم، میخوام دوباره شروع کنم این بافت رو، یعنی این مدل رو دوباره چجوری تبدیل داشته باشم. اینجا من چجوری میشه که الان این مدل مثلا شماره 1 رو میخوام تبدیل به این کنم، چی کار کنم. اگه خاطرتون باشه توی این مدل قبل، توی این مدل 11 ما اینجا می اومدیم اول یه فضا سازی هایی با زنجیره می کردیم، با 5 تا زنجیره، 5 تا زنجیره یه دونه پای کوتاه، 5 تا زنجیره یه پای کوتاه. بعد می اومدیم گل ها رو بر اساس اون می بافتیم. هر دفعه مثلا اینجا من 3 تا فضا داشتم ابتدای کار، ببینین 3 تا فضا داشتم که اینطوری بود، یکی برای اینکه گل بزنم. کلا برای هر گل انگار ما 4 تا فضای زنجیره‌ای می‌خوایم. پس من باید شروع میکنم اینجا فضاهای 5 زنجیره‌ای درست کردن، فضای 5 زنجیره‌ای، طوری که وقتی به اینجا میرسم همون قاعده رو داشته باشم، یعنی تعداد فضاهای 5 زنجیره‌ای من مضرب 4 باشه، مضرب 4 باشه. و به جز اون که اینجا یادتون باشه می اومدیم 6 تایی میزدیم، یه پای بلند دوبل میزدیم، دوباره 6 تا به جز این. پس من اگر میخوام گلام کامل بخوره باید اینجا ضریب 4 داشته باشم. اگه مثلا با 1-2 تا فضا میتونم اونو کم و زیاد کنم، یعنی مثلا میانه در میاد، فرض کنید به جای 16 تا مثلا میشه 18 تا، یه طوری من باید اینا رو جابجا کنم به طور اتفاقی، خیلی کنار هم نباشه دیده بشه، کم و زیاد کنم که یا بشه 16 یا بشه 20، اون وسط تو 18 نداشته باشم که من میخواد گل نصفه بخوره. خب نکته دیگه چیه؟ ما هیچ کدوممون نمیدونیم که سلیقه هر کدوممون چجوریه، نخمون چجوریه، مثلا دوست داریم اینو بزرگتر کنیم، کوچیکتر کنیم. پس ببینید من الان نمیتونم قطعی یه چیزو بگم که شما حتما این کارو انجام بدید، فقط قاعده رو بهتون میگم. قاعده بر این شد که باید مثلا من این ضلعو که میام فضای 5 زنجیره‌ای درست میکنم، قاعده بر این هستش که اینا باید ضریب 4 باشن. این یه نکته. البته شما توی نقشه های مختلف امکان داره به جای 5 زنجیره بیشتر یا کمتر هم ببینید، سلیقه‌ای بازم دست خودتونه. به نظر من 5 زنجیره کافیه. خب نکته دیگه، ببینید هر گل اینجا رو که شما نگاه کنید، هر گل رو که نگاه کنید، شروعش میگفتم از کجاست؟ از این فضاهای 5 زنجیره‌ای. برای هر گل، این یک گل 4 تا فضا استفاده میشه، 1 2 3 4، که یکی اولی که میخواد پایه های این شکلی و پایه های خود گل روش بخوره، اگه بزرگتر باشه قشنگتره. چیکار کنم که فضای 5 زنجیره‌ای واسه گل اصلیم قشنگتر در بیاد؟ میتونم زنجیره بیشتری بزنم، میتونم فاصله بیشتری بگیرم. مثلا الان من میخوام نگاه کنید، برای شروع یه گلم میخوام بزنم 1 2 3 4 تا فضای 5 زنجیره‌ای بسازم. میتونم فضای اولی رو 2 تا بسته رد کنم، 2 تا از این بسته های در واقع 3 تایی رد کنم، به اینجا بزنم، یعنی بشه 1، بعد اینجا یکی رد کنم، 2 3 4. خب که گل من روی اون یکی که فضای بزرگتری ایجاد میکنه بخوره. این کارم میتونم کنم. این کارم میتونم کنم که مثلا حالا به جای 5 تا از این بعد برای گلمو 6 تا بزنم، 7 تا بزنم که فضای بزرگتری باشه، قشنگتر میشه. حالا من این کار دارم انجام میدم، گفتم قاعدش به این صورت هست، بقیش دیگه بستگی به خودتون داره. اول اندازه یه پایه بلند 3 تا زنجیره، بعد 1 2 3 4 5 تا زنجیره. خب برای فاصله. بعد گفتم برای گل بزرگم 2 تا پایه رد کنم، اینجا بیام اینطوری فضای بزرگتری بشه. بعد 1 2 3 4 5. خب بعدی رو بیام یه دونه از این بسته ها رد کنم، دوباره 1 2 3 4 5 یه دونه رد کنم، دوباره 1 2 3 4 5 باز یکی رد کنم. این 4 تا برای یه گل هست. اینجا بیام پایه ها رو بزنم مثل این، 3 تا هم اینجا برای بقیه کار دارم، این میشه مال یه گلم. پس باز دوباره یه فضای بزرگتر، 1 2 3 4 5. خب میخوام اینو اینجا بزنم،
یه مقدار ببینید کشیده میشه. پس ناچارم که اینو یکم زنجیرمو بیشتر بزنم. 6 7 مثلا 7 میام به اینجا 1 2 2 3 4 و 5 یه دونه رد کنم 1 2 3 4 5 یه دونه رد کنم 1 2 3 4 5 یه دونه رد کنم. خب پس یه فضا برای گلم بزرگتر، 1 2 3 تای دیگه هم مال این گل. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 2 تا رد کنم برای خود گل. 1 2 3 4 5 یه دونه رد کنم 1 2 3 4 5 یه دونه رد کنم 1 2 3 4 5 یه دونه رد کنم. خب باید دقت کنم چند تا میشه. این فضای بزرگم 3 تا هم این وسط. پس به همین ترتیب میرم جلو. باید طوری تموم بشه که نگاه کنید، باید طوری تموم بشه که وقتی باز آخرین فاصله که من زدم فاصله 7 زنجیره ای 1 2 3 تا و جا بمونه برای این قسمت. اینو باید اینطوری تنظیمش کنیم. حالا الان من میبافم ببینم به چه شکل در میاد تا وسط. ببینید من اومدم این کار رو انجام دادم. خب به این شکل یه فضای بزرگتر برای هر گل و 3 تا فضای کوچیک. خب به این شکل اومدم یکی یکی میشمارم که اشتباه نکنم. فضای بزرگتر 3 تا فضای کوچیک، فضای بزرگتر 3 تا کوچیک، بزرگتر 3 تا کوچیک. خب به همین شکل میرم تا بزرگتر 3 تا کوچیک تا میرسم به این وسط. بزرگتر 3 تا کوچیک، بزرگتر 3 تا کوچیک. اینجا دیگه نگاه کنید، اینی که بهتون میگم دیگه به قول معروف توانایی شما بستگی داره. الان من اینجا مثلا میخواستم تا کجا برسم، میخواستم تا اینجا برسم یا تا اینجا برسم که اینجا فقط دیگه یه فضای بزرگی بخوام برای گل وسطم درست کنم، برای این گل. حالا دیگه این یه مقداری گفتم کم و زیاد کردنش به دست خودتونه که اینو سر به سر کنید. الان تصمیمی که من گرفتم، خب این فضای بزرگترم هست، فضای کوچیکترم به جای اینکه یه دونه رد کنم بیام یکی و نصفی رد کنم تا به اون فاصله که میخوام برسم، فقط توی همین و قرینش توی اینجا. خب پس این 3 تا کوچیکتره رو باز میکنم. 7 تا زنجیره زدم، 2 تا گل رد کردم. 5 تا زنجیره زدم، به جایی که یکی رد کنم اینجا بزنم یکی و نصفی رد میکنم اینجا میزنم. دوباره 5 تا 1 2 3 4 5 این یه نصفه، این یه یکی. پس میخوام به اینجا بزنم. ببینید به جای این که میخواستم این وسط باشه شده یکی و نصفی، اینم یکی و نصفی به اینجا بخوره. سومیش 1 2 3 4 5 باز یکی و نصفی به وسط این یکی بزنم. حالا پس اینا شد برای یه گلم. حالا فاصله هم خوب شد، یعنی من دیگه الان میتونم اینجا برای یه گل بزرگ فضا سازی کنم. اونجا یادتون باشه اینجا 6 تا میزدیم یه پای بلند دوبل. حالا وقتی که برای اینا من دارم 7 تا میزنم، اینجا هم میتونم بیشتر بزنم. 8 تا 9 تا میتونم بزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا به نظرم کافیه. خب بعد 2 تا نخ پشت قلابم یه پای بلند دوبل این وسط میزنم. 2 تا یکی، 2 تا یکی و 2 تا یکی. یه 8 تای دیگه 1 2 3 4 5 6 7 8. 7 هم خوب بود اگه میزدیم. حالا 8 تا زدیم. میگم اینا دیگه برمیگرده به سلیقه شما. بعد دیگه باز دوباره چیکار میکنم؟ این قرینه‌ای که اینجا کاری که انجام دادم برای اینجا انجام میدم، یعنی این 3 تای اول رو یکی و نصفی گل رد کنم. یکیش میشه اینجا وسط این 1 2 2 3 4 5 این یه نصفه، این یه دونه اینجا 1 2 3 4 5 یکی و نصفی
خب ببینم درست شد. کاملا قرینه این طرف شد، یکی نصفی اینجا، یکی نصفی اینجا. این گل خورده. خب 1 2 1 2 میخواد وسط این بخوره. این وسط این خورده، این یکی ما بین این پایه ها خورده. درسته نکنید، 2 تا پایه بعدش خورده، اینم 2 تا پایه بعدش خورده، 1 پایه و نصفی. درسته. خب حالا بعدش باید من الان 1 و 2 تا یه دونه دیگه باید بزنم. یه دونه دیگه باید بزنم، میشه 1 2 3. ببینید این یه فضای 5 زنجیره، یه فضای 5 زنجیره، یکی دیگه 4 5. این نصف و 1 و اینجا. هر وقت شک کردین قشنگ نگاه کنید ببینید قرینه کار این طرفتون باشه. الان اینجا 1 2 3 4 5. خب 1 2 3 4 5. اینجا 1 2 3 تا فضا، 1 2 3 تا فضا. پس درست شد. چون اگه اشتباه کنم برم تمام گلای من به هم میریزه. پس این مقدار وقت بذارید و دقت کنید، ابتدا خیلی راحت تره. خب پس درست شد دیگه. میرم فضای 7 زنجیره ای 2 تا پایه رد میکنم و به روال این طرف که انجام داده بودم اینجا رو انجام میدم، میرم برای رجع بعد. ببینید با همون روال من اومدم اینجا 1 2 3. این 7 زنجیره ایم هستش که 2 تا رد دادم، 5 زنجیره یه دونه، 5 زنجیره یه دونه رد دادم، 5 زنجیره یه دونه، آخریش هم که میشه 2 تا میخوام رد کنم. 7 زنجیره 2 3 4 5 6 7 و یه پایه بلند اینجا میزنم. بقیه این بافت خانم‌ها بقیهش دیگه عین کاری هست که شما برای این گل‌ها انجام میدادید. عیناً همین کار رو میخوایم انجام بدیم. یعنی اینکه من دوباره شروع میکنم، گفتم که این 7 زنجیره ها که فضای بزرگتر میسازه مثل اینجا میمونه. 10 تا پایه بلند تو این میزنیم و عین همین کاری که اینجا انجام میدادیم. 10 تا پایه بلند میزدیم، 5 تا تک زنجیره، 5 تا دوباره تک زنجیره، 10 تا پایه بلند. همین کار رو عیناً مراحل نگی فراموش کردین. برگردید به مدل شماره 11 رو ببینید، از اینجا شروع کنید دیگه عیناً همون بافت رو انجام دادن. اینجا فضاهای 5 زنجیره‌ای که ساختیم و مشخصه که کجا می‌خوایم 10 تا پایه‌مون رو بزنیم. 10 تا پایه می‌خوایم تو این بزنیم، 10 تا تو این بزنیم، 10 تا تو این بزنیم. اینا که بزرگتر هستن و 2 تا فاصله گذاشتیم، 2 تا بسته براشون فاصله گذاشتیم. اینجاها رو پس ما این ردیف رو انجام بدیم. بعد ردیف بعد که دوباره 10 تا زنجیر 10 تا پایه بلند روی اون زدیم، ردیف بعدش که 10 تا رو با فاصله های تک زنجیره‌ای زدیم. دیگه بقیه‌اش عین همون بافت هست. برای همین من تکرار نمی‌کنم، ویدیو خیلی طولانی میشه و خیلی سخته در واقع ادیت و جاگذاری کردنش نیاز هم نیست دیگه. امیدوارم که ببافید. اگه سوال مطلبی داشتید بفرمایید، من اینجا در خدمتتون هستم در حد توانم تا اونجایی که بتونم. امیدوارم ببافید و لذت ببرید. سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.